منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان نخستین بازی خیش را در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2020 بر مقابل تیم شریلانکا با حساب بزرگ انجام داد. گزارش همکاران ما در این باره. دسته منتخب نورسانی 16 ساله فوتبال تاجیکستان در نخستین بازیش در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2020 با دروازه منتخب نورسانی شریلانکا 8 گل به جا زد. این بازی گروه ا در شهر زرخای اردن در ورزشگاه بین المللی شاهزاده محمد دایر گردید. عبدالفتاح خدایدادزاده 4 گل، محمد ادریس سیدعلیف، خسرو طاهرов، کبیر سلیمشویف و فخرالدین احتمов 1 گلی به ثمر رسانیدند. بعد این وخوری یکچینیمو با کسب 3 گل در زینه دومی جدول گروه ا قرار گرفت. منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان تحت راهبری سرمربی اهلدین توردیف بازی دومش را در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2020 در گروه ا 18 سپتامبر با منتخب کویت برگزار میکند. باید گفت که از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 8 گروه و 4 دسته بهترین جایهای دومی گروه ها با قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 را ختم میگیرند.